ما به عنوان مسلمان مبدیات اساسی ایمان را نفهمیدیم. مبدیات ایمان همیست گفتن لا اله الا الله اساسی ترین الزامیت ازمی و از اساسی ترین شرطش همیست که یک نفر باز دیگه در مقابل حکم الله گپ نزنه. معنای لا اله الا الله ایست که یک نفر وقتی گفت لا اله الا الله بعد دیگه در مقابل حکم الله گپ دیگه را پیش نکنه. اگر پیش کرد باز معنی نداره لا اله الا الله، چون از مهمترین مفاهیم لا اله الا الله است که یک نفر میگه من بجز از خدا هیچ کس دیگه اطاعت نمیکنم، اما بلا فاصله وقتی برای حکم الله را بگی بعد بگه این حکم الله هست، خب ما این کار را میکنیم. معنای گفتن محمد رسول الله قبل از هر چیز دیگه مفهوم اساسی امیست که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنم، به همین خاطر الله او را نازل کرده و من به این اعتراف میکنم. اعتراف کردن به محمد رسول الله چی معنا داره؟ وقتی گفتم که محمد رسول الله الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان پیامبر روان کرد و او حکم را به ما آورد و ما به زبان خود اقرار میکنم. اما وقتی برای من گفته شد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، من میگم که خال دیگه این خدا جایش باشه ما اینطور میکنیم. کسانی که پیششان سفید است در مجلس هم شیشته خیلی باز وضاحت هم میگه این حکم میگه من قبول دارم گپایی را که تو میگی استاد خیلی گپای خوب است پیامبر صلی الله علیه و تو گفته، خب ما اینطور میکنیم. عجیب آدم میخواد من که چی ما مفهوم ایمان خیلی چی فهمیدیم دیگه؟ همین جایگاه پیامبر دیگه پیش ما خیلی چیست؟ همین جایگاه الله دیگه پیش ما چیست؟ زمانی که با همین صراحت و با این قاطعیت مخالف حکم عمل میکنیم. خوب دانسته تو نیست که نمیفهمیم، با اعتراف خود به اینکه بله این حکم الله هست خب من این کارو نمیکنم. و این بزرگترین مصیبت است، مصیبت است که برمیگرده به مفاهیم ایمانی بر ما.